خیلی ممنون. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ بله بله هستید. خیلی ممنون. حالا تو این دو بخش خیلی کامل و جامع توضیحاتتون رو گوش فرا دادیم. توی قسمت اول در مورد حالا بحث علاقه مردم تاجیکستان و افراد نهضت نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به امام عزیز و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی بود. قاعدتاً در این جنگی هم که شکل گرفت، قاعدتاً جمهوری اسلامی کمک‌هایی رو کرده به برادران نهضتی خودش و به برادران مسلمان تاجیک در مورد ارتباطات نهضت در زمان جنگ شهروندی، جنگ داخلی با جمهوری اسلامی و حالا کمک‌هایی که شده و اینا. اگر میشه در این موردم یه صحبتی بفرمایید تا انشالله بریم وارد مسائل دیگه ای بشیم. خیلی خوب. شاید که خدمت یک کمی وقت بگیرد، چون یک مسئله خیلی مهم است. شما سوالای رو مطرح کردید که نمیشه براحتی و خیلی هم مختصر از اون رد شد. خیلی نداره. صحبت ما صحبتی هست که باید حرفا هم گفته شوند و ما دیگر به این نتیجه برسیم که بالاخره چون دو ملت، دو کشوری به هم دوست و برادر هستیم و باید که همه چیز شفاف و آشکار گفته بشه. من همونطوری که در قسمت اولی صحبتم گفتم که ملت تاجیک چون در جستجوی هویت بود و اون هویت اسلامی و ایرانی اش، حالا اینم ناگفته نماند که در تاجیکستان قوم‌های دیگری هم هستند که ریشه ایرانی ندارند، مثل برادران بسیار خوبی ما که ریشه ترکی دارند، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، قزاق‌ها، قرغیزها، یا روس هستند یا ملت‌های دیگر هستند. اما اون ملت دولت ساز و شکل دهنده که ملت تاجیک است اکثریت، اینا که دیگر ریشه ایرانی دارند، مردم مسلمان هستند و این جستجوی هویت و بازگشت به خود ملت ما را پیش از همه به سمت ایران روانه کرد. چون من قبلا هم گفتم که ایران برای ما ایران بود، نه حالا که باز ایران اسلامی هم بود، مردم هم مسلمان بود. ما اگرچه مردم بغیر از یک عده از برادران هموطنان خوب اسماعیلی ما در بدخشان دیگر مردم سنی حنفی هستند، اما اون اعتدال مذهبی و ملی ما دیگر اصلا فرقی نمیگذاشت که جمهوری اسلامی ایران در اونجا شیعه هست، سنی هست، ایران است. و همین بود که خیلی ایرانگرایی و ایران دوستداری در تاجیکستان اون سالها خیلی شکل گرفته بود و این را باید بگم که فرق نمیکرد دیگر اون در نهضت است، غیر نهضت است. من مثال آوردم که حتی حرکت مردمی رستاخیز هم در مسئله وارد کردن اون اصطلاحات و ادبیات و حروف فارسی، الفبای فارسی از نهضت اسلامی تاجیکستان هم جلوتر بود و کمونیست‌های ما هم، برخی از کمونیست‌های ما هم حتی. این یک نگاه هست، یک شناخته بود از ایران در اون سالها. و بعدا در مرحله مقاومت و مبارزه واقعا هم جمهوری اسلامی ایران، حالا مثل که کسی اینجا زنگ میزند به ما، در سالهای مقاومت هم این را باید بگیم که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهای بود که وضعیت را خوب تحلیل کرد و درک کردن که اگر به کمک این گروه نرسند، اگر به کمک نهضت اسلامی تاجیکستان و مردم مهاجر در افغانستان که هجرت کردن نرسند، احتمال از بین رفتن کامل میلیون ها آدم ها هست و تاجیکان می توانند همون تقدیر مهاجرین اول را که در عصرهای گذشته از سمرقند و بخارا و تاجیکستان به افغانستان هجرت کردند که امروزا در پنجشیر و در مناطق شمالی افغانستان ساکن شدن، اتفاقا اجداد احمد شاه مسعود اینا هم که از سمرقند هجرت کرده بودند در نتیجه اون تارمارشوی تاجیکان در منطقه، و این اتفاق بار دیگر در تاریخ می افتاد و جمهوری اسلامی ایران هم به حکم جمهوری اسلامی بودن که در یک ایده از مردم مسلمان به این مصیبت افتادند و بعدا تاجیکان به حکم ایرانیت هم خیلی واضح و روشن در پهلوی ملت تاجیک قرار گرفت و آمد به طور آشکار از مقاومت ملت تاجیک برای بازگشت سربلندانه به وطن خود و
آزاد کردن وطن خود از نیروهای مسلح کشورهای دیگر کمک کرد و اتفاقا رهبران امروزه ایران از کسی این را پنهان هم نمی‌کردند و نه تنها در داخل افغانستان کمک می‌کردند، بلکه بخشی از رهبران نهضت در تهران سکونت داشتند. خود استاد سید عبدالله نوری، استاد تورجانزاده سالها در تهران مهمان بودند و واقعا هم یک میزبانی خوبی از طرف مسئولین ایران شده بود و در مجموع نه تنها نهضت اسلامی تاجیکستان، تمام تاجیکستان، همه ملت و حتی طرف حکومت دولت هم، روسیه هم، دیگر هم این پشتیبانی و حضور ایران رو در قضیه تاجیکستان درک می‌کردند و اعتراف هم کرده بودند و اصلا هیچ دعوای علیه جمهوری اسلامی ایران نبود. چرا جمهوری اسلامی ایران به طور واضح و شفاف میگفت که این هم مسئولیت انسانی ما هست، هم مسئولیت یک جمهوری اسلامی هست که در این حالتی که مظلومین باز مسلمان هم هستند باید از ما دفاع کند، چون هم قانون اساسی کشور این را تقاضا میکند و هم ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران و واقعا این کار هم انجام شد و نقش جمهوری اسلامی ایران نه تنها در پشتیبانی از مقاومت بود، در رسیدن به صلح تاجیکان هم خیلی بزرگ است و این حتی من میتوانم بگم که نقش کلیدی را داشت و اگر هر کسی از غیر از ملت تاجیک دعوای آن را دارد بیرون از ما تاجیکان که کی نقش بیشتر در صلح تاجیکان داشت، اگر ایرانی‌ها بگن که ما نقش بیشتر داشتیم، من به این راضی میشم. در پهلوی روسیه، در پهلوی سازمان ملل و دیگر کشورهای منطقه، اما بیشترین دورهای گفت و شنید تاجیکان در ایران میگذشت، در تهران، در مشهد و واقعا پرونده خیلی به طور جدی گرفته شده بود و این بود که همکاری خوبی ایران با روسیه، دو کشور کلیدی، باعث این صلح تاجیکان شد. البته اینجا نقش خود تاجیکان هم نباید نادیده گرفت که خود ملت تاجیک تشنه صلح بود، هر دو طرف رو هم وادار کرد، هم حکومت و هم اپوزیسیون رو که بر سر میز گفت و شنید بشینن. و بعدا حالا این نکته هم برسیم به مرحله بعدی که نقش جمهوری اسلامی ایران چه بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران هم مثل ما اکثر تاجیکان و دیگران به این گفت و شنید اعتماد داشتن و به نتیجه های مذاکرات هم به این صلح که شد اعتماد داشتن و همونطوری که ما هم آمدیم دیگر وارد کشور شدیم و تمام بضاعت خود را و تمام توان خود را در خدمت ملت گذاشتیم و حتی نیروهای مسلح خود را که نزدیک 10,000 مجاهد و مبارز مسلح بود، اینها را خلع سلاح کردیم، در اختیار دولت سپاریدیم برای آنکه کشورهای کفیل مثل روسیه و ایران و سازمان ملل به ما این کفالت را دادند که شما خلع سلاح میشوید و بعدا وارد انتخابات و دولت و اینا میشوید و ما کفیل صلح شما هستیم و اجازت نخواهیم داد که کدام طرفی از طرفهای صلح عهدشکنی کنند. و چون ما هم اعتماد داشتیم به این کشورها، با اون سازشنامه، به خود طرف امضا کرده جناب رحمانوف و کاملا با سعی صدر و آمده همه چیزی که داشتیم گذاشتیم در زمین، وارد پروسه قانونی شدیم. اما به خبر از آن که طرف دیگر دنبال فرصت ها هست تا اینکه اون پیروزی را که در میدان نبرد به دست نآورد در یک عملیات نامردانه و احچکارانه به دست بیارد و اون فرصت را هم غنیمت دانستند که از این طرف افغانستان دیگر اون رهبران جهادی مثل استاد ربانی و احمد شاه اینا را ندارد و درگیر مشکلات داخلی خود است. روسیه هم تغییر کرده است، اون روسیه قبلی نیست. سازمان ملل هم در پرونده های دیگری داغ پیدا شد مثل سوریه و عراق و افغانستان و سومالی و لیبیا و جهان عرب، این طرف اوکراین و جاهای دیگر و پرونده تاجیکستان را تقریبا یک پرونده حل شده دیگر حالا به نتیجه رسیده میدونستند صلح را و جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل آنکه دیگر اطمینان خاطر داشت شاید که در اونجا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هم سیاست ها تغییر کرد، اولویت ها هم شاید تغییر کردند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران یک تغییرات در سیاستاش نسبت تاجیکستان وارد کرد که دیگر تنها طرف نهضت یا یک گروه های علاهیده را طرف خود قرار ندهد، بلکه بیاد با ملت تاجیک، با دولت و یک رابطه های فراگیر را راه اندازی کند. من فکر میکنم از لحاظ استراتژیک
این درست هم بود، اما فقط طرف رحمانوف رو نشناختند و که رحمانوف یک نگاه استراتژیک بر رابطه‌های تاجیکستان و ایران و با دوستی این دو ملت ندارد، بلکه دنبال هدف‌ها و منفعت‌های خودش است. و وقتی که این شرایط به دست آمد و دیدم که دیگر ایران هم توجه زیاد به این مسائل ندارد و کار خود را انجام داد، یک بهانه را درست کردن. حالا اون بهانه چیزی بود نبود، نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کردن، 10 نفر از رهبران نهضت را، معاونین بنده را و حکم ابد محکوم کردن و کمترین حکمی که بچه‌های ما دارند این از 20 سال بالا تا 30 سال و حکم ابد است که چند نفری اونها هم در داخل زندان با توطئه خود حکومتداران از دست حالا بنان گروه‌های داعشی به شهادت رسیدن و الان در این وضعیت هستیم. من اتفاقا سال 2015 میلادی چند ماه قبل از آن که رحمانوف این عملیات ممنوع کردن نهضت را نهایی کند، ماهی ایول 2015 یک نامه زدم به کشورهای کفیل صلح تاجیکان، از آن جمله با آقای پانگیمون که اون وقت دبیر سازمان ملل بود، با آقای پوتین، با آقای روحانی و دیگر رهبران کشورهایی که زیر این سازشنامه صلح تاجیکان امضا گذاشته بودند و خود را همچون کفیل این صلح معرفی کرده بودند. و اتفاقا از طرف روسیه به ما جواب نامه آمد، از سازمان ملل هم اینا نگرانی خود را بیان کردند، کشورهای دیگر هم به نوع نگرانی خود را بیان کردند، مگر جمهوری اسلامی ایران که خاموشی کامل بود و هیچ واکنش ما ندیدیم. و این 3 ماه قبل از آن که رحمانوف بعد از آن دید که هیچ واکنش به این نامه ما از طرف کشورهای اساسی کفیل نشد، دیگر درک کرد که الان فرصت رسیده است تا اینکه آرزوی دیرینه خود را برای از صحنه بیرون کردن نهضت اسلامی تاجیکستان همچون رقیب اصلیش با اون دست بزند و با آن قسمت موفق هم شد. چرا من میگم قسمت؟ حالا اون آرزو داشت که نهضت را از صحنه دور کند و از بین مردم و فکر هم میکرد که همین میشه، اما الان دید که نه، نهضت نه تنها از بین نرفت بلکه باز به خود آمد و خود را با پا خیزان جمع کرد. الحمدلله امروز فعالیت خوب را در همکاری با دیگر گروه‌های ملی هست. ما الان پیمان ملی تاجیکستان را تشکیل دادیم که نهضت یکی از این نیروهای شامل در این گروه هست و بیشتر دیگر فعالیتمون زیر چتر یا پرچم پیمان ملی تاجیکستان انجام می شود و الان دیگر در مبارزه هستیم. اما این سوال که چگونه این تغییرات ها با وجود آمد، چرا کشورهای دیگری کفیل صلح موقع گیری کردند و جمهوری اسلامی ایران خاموش ایستاد و الان دیگر هزارها، ده ها هزار افراد نهضت یا نزدیک به نهضت، گروه های دیگر در سراسر دنیا هستند، در اروپا، در امریکا، در ترکیه، حتی در روسیه فعالیت میکنند و تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هیچ دعوایی با این کشورها ندارد، اما وجود یک نفر نهضتی را یا یک فعالیت کوچک نهضت را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد. برعکس اتهام پس اتهام دارد که نهضت اسلامی تاجیکستان گویا حالا یک استفاده میکنه، یک واژه را مزدور ایران هست یا از ایران کمک میگیرد یا ایران در امور تاجیکستان دخالت میکنه، در صورتی که ایرانی امروزه کمترین دخالت را ندارد و همون طوری که ما خودمون قربانی این توطئه هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از قربانی های این توطئه هست. اما شاید که اینجا حکمتی هست که ما نمیدونیم که چرا چنین موقع گیری تدافعی همیشه گرفته میشد. ما که در نهضت اسلامی تاجیکستان و در پیمان اصلا سیاست تدافعی و حمایتی از رژیم رحمانوف دیگر نداریم، بلکه ما با اون توانی که داریم در یک سیاست تهاجمی هستیم و الحمدلله که دارد کارمون روز به روز پیشتر می رود. حالا برای ما فرق نمیکند چه کشوری در پهلوی ما هست یا نیست، چون این را مسئولیت خود میدونیم و تکیه به خداوند و به ملت خود کردیم. اگر ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر در این زمینه در پهلوی ما هستند، مسئولیت ایمانی، مسئولیت انسانی و
اون ارزش‌های خود رو انجام میدهند، حالا هر کشور باشد ما ممنون هستیم. اما اگر بالفرض حالا ایران و ترکیه و روسیه و امریکا و تمام جهان در پهلوی ما هم که نبود، برای ما کافی است که پروردگار و ملت تاجیک در پهلومان باشد و این مبارزه خود را ادامه خواهیم داد و هر تصمیمی که دوستان در ایران میگیرند، هر سیاستی که دارند، مورد احترام ما خواهد است ان شاء الله.